آلوچه گل میبندد دختر به گل میخندد. عباس ریودی هنرمند بی دیپلم و بی عنوان اما محبوب و پسندیده در بین رانندگان و مسافران است. او را هوادارانش ستاره اینترنتی هم نام میبرند، زیرا سرودخوانی او را مردم به تلفن‌هایشان ثبت کرده و به عالم مجازی پهن نمودند. عباس در یک دهه دوردست شمال تاجیکستان در خانواده سیر فرزند به وای رسیده است. وی از بین 10 برادر صاحب تخصصش نتوانسته است مکتب میانه را خواند و صاحب معلومات گردد. من عیال بدم همین به وظیفه رسوندن نتونستم. هیچ جا مکتب بردن نتونستم. بچه ها پسم مونده برفتگی در هر کجا. زن شوگر برفتگی. همین بچه اتیگی دستی من. او در آوان کودکی به آوازخوانی شروع نمود. نوشتن و خواندن نمیتواند، اما سرودها را از دهان به دهان و فیته و دیسک ها از خود میکند. این هنرمند خودآموز سرودهای نوش را اول به مادر و فرزندانش زمزمه می نماید. مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم، همه میرم با تو و من دیگران را چا کنم. هر سحر میخیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل می پیچد و جیگر کبابم مادرم. عباس ریودی در یگان گروه هنری فعالیت نمیبرد و پی دریافت رزق و روزیش با ربابش به کوچه های ماشین گذار میبراید و هر نفری که پیش رویش آمد بداهتاً برای او سرود میخواند. خدیزه رفشونه گذر میکردم، دخترانی خوش قده نظر میکردم. خوشتامنین از داماد دوست میدارد، خوشتامنی گنده خدا بردارد. از خانه برآمدی و دست گرداندی، خوشتامن نتر از چیکی من ماندی. این ایستگاه که صدها نقلیات مسافرکش هر روز از آن میگذرند جای کار دائمی اوست. نوابسته از چگونگی وضع هوا او در دست رباب انتظار رانندگان و مسافران می ایستد. حتی راهسازان چینی نیز از سرودهای وی حلاوت میبرند و زیر صدای او راهها را تعمیر میکنند. خدت بمرم قدینی حالت بمرم، تا آمدن آی به ملالت بمرم آیا. عباس ریودی در این راه هر روز تا 50 سامانی کار میکند و از آن میبالد که مخلصان زیاد هم دارد. مردم عینی، مردم پنجکین، اینی دوشنبه، اینی خوجان، همش منو میشناسد، ضبط میکند، کارم میبرد، اینترنت هوا میتید، زد میکند. عباس آرزو دارد که در دانشگاه صنعت دوشنبه تحصیل کند و در یگان انسامبل های هنری فعالیت برد. وی میخواهد هنرمند کسبی گردد و از این راه های ماشین گذاری پرچنگ و غبار به صحنه های بزرگ برسد. زندگی آخر بگورم میبرد.